یک هیئت دولتی تاجیکستان در رأس عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژی و ذخیره‌های آب این کشور با منظور شرکت در مراسم سوگندیادکنی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران عازم تهران شد. این مراسم روز 5 آگوست در مجلس اسلامی پارلمان ایران برگزار خواهد شد. در مراسم سوگندیادکنی 4 سال پیش حسن روحانی هیئت تاجیکستان در رأس پرزیدنت امامعلی رحمان حضور پیدا کرده بود. یک منبع از حکومت تاجیکستان روز 4 آگوست به رادیو آزادی گفت که در نظر است در کنار شرکت در مراسم سوگندیادکنی حسن روحانی این هیئت با جانب ایران راه‌های حل بحران فعلی در رابطه تاجیکستان و ایران بررسی کند. عثمان علی عثمانزاده عین حال همرئیس کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران نیز میباشد. در همین حال رمضان میرزایف سفیر پیشین تاجیکستان در ایران به رادیو آزادی گفت که میان تاجیکستان و ایران اختلاف نظرهای جدی و اصولی وجود ندارد. در ظرف 2 سال اخیر روابط تاجیکستان و ایران سر شده است. بحث پلهای بابک زنجانی میلیاردر ایران که به ادعای مقامات ایران در تاجیکستان غیب زدند و دعوت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به یک کنفرانس در تهران عاملهای اصلی سرد میان این دو کشور دانسته می شود. با گفته کارشناسان در مرحله پس از جنگ داخلی در تاجیکستان که کشور به سرمایه خارجی شدیداً نیاز داشت، نخست ایران به این وضع لبیک گفت. در ادامه 10-15 سال اخیر ایران در بنیاد نیروگاه برقی سنگ‌تودادو و نقب استقلال بیش از $200 میلیون سرمایه وارد کرد. سعدی یوسف کارشناس مسائل منطقوی گفت به این وسیله ایران نشان داد که میخواهد رابطش با تاجیکستان گسترده باشد. به همین خاطر برای تاجیکستان هم چون کشور مهم است، اما باز همین بحرانی با وجود آمده روابط دچار یک سستی کرده است و دو طرف حالا در سعی تلاشی برطرف کردن این بحرانی با وجود آمده هست. اما کارشناسان دیگر میگویند که بحران در روابط ایران و تاجیکستان از آن که به نظر میرسد ژرف‌تر بوده و حالا طرف‌ها آماده نیستند به هم گذشت کنند. احمدشاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک میگوید به خصوص این اختلاف نظرها در مسائل ایدئولوژی به مشاهده رسیده و توجه ایران به مسائل دینی و مذهبی و پشتیبانی از گروه‌های مذهبی در تاجیکستان متمرکز شده است. وی گفت به خصوص سیاست مذهبگرایی شیعه و اسلامگرایی تر نسبت به منطقه های ما، ایران به عنوان یک دولت سیاستگرا از احزاب سیاسی تاجیکستان پشتیبانی میکند یا میخواهد سیاست های خود را در این منطقه جاری کند. فکر میکنم که این برای هر کشور دولتی وجود دارد که میخواهد پای مستحکمی داشته باشد. با گفته وی شاید به همین دلیل با وجود مشترکات زبانی فرهنگی ایران نمیخواهد حزب نهضت اسلامی را که در تاجیکستان سازمان تروریستی عنوان شده و فعالیتش ممنوع گردیده است دشمن عمومی خواند. افزون بر این به اعضای این حزب اجازه میدهد که در قلمروش فعالیت سیاسی کنند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه موحدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می شود، ایران او را به همایش بین المللی دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده و گفتند که آشوب‌های مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. در ادامه 2 سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله کمیته امداد خمینی، مرکز فرهنگی ایران، بیمارستان مشترک دولت تاجیکستان و جمعیت هلال احمر ایران و شرکت‌های تجارتی ایرانی بسته شدند. مرتضی سفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در صحبت با خبرگزاری ایکنا از فعالیت وزارت خارجه کشورش انتقاد کرده است که تلاشش در بهبود روابط با تاجیکستان مؤثر نبوده است. اما به استثنای مقامات سطح‌های پایینی ساختارهای دولتی تاجیکستان و ایران، مقامات این دو کشور در مورد سردی روابط میان ایران و تاجیکستان رسما ابراز نظر نکرده‌اند. در همین حال بعید است که تاجیکستان در سمت همکاری اقتصادی از ایران فاصله گیرد، زیرا ایران قبلا تعهد کرده بود نیروگاه برق آبی را در دریای زرافشان در ناحیه عینی سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی به علت بحران جهانی اقتصادی اجرای این طرح به تعویق افتاده است. از سوی دیگر تاجیکستان از شریکان استراتژیکی روسیه محسوب شده و روسیه تلاش خواهد کرد که تاجیکستان نه به سمت عربستان سعودی بلکه به جانب متفقش ایران مایل کند.